گیاهان دریای واوی. آفرین. بابا نگه شهده. شرمه رایگان شرمه به من میشه. رایگان شرمه چی بیده شرمه Yaxşı şəhər, yaxşı şəhər olsa, onlar qəşəkdir. Olabilir. Öyle çağırdı, hamle yani adamlardan bilmiyorum. سلام علیکم، چطورین؟ امیدوارم یه روز خوب و عالی رو شروع کرده باشین. به یه ولاگ دیگه با من دیگه خوش اومدین. امیدوارم ویدیوهامو دوست داشته باشین و حتما نظرتون به هم بگین که منم بتونم که بهترین ویدیوها رو براتون آماده کنم. امروز یعنی دیشب تصمیم گرفتیم که با دوستامون صبحونه بریم شاهگلی تبریز. یکی از جاهایی که تو تبریز معروفه شاهگلی تبریز. هر مسافری هم بیاد اول میره شاهگلی. خب همون استخری که داره، استخر آبی که داره اونجا رو میگم. بعد اطرافش کافه هایی رو داره که میتونی واسه صبحونه، نهار، شام، حالا هر چی بری. خب ما هم تصمیم گرفتیم که هم بریم پیاده روی، همین که صبحونه رو بریم توی یکی از اون کافه ها بخوریم. بعد الانم من منتظرم که چون خواهرم از کلاس در میاد، منتظر اونیم که اون زنگ بزنه بگی کلاس تموم شد، ما هم از اینجا بریم کافه. بعد خب بریم کافه و بگردیم و صبحونه بخوریم و پیاده روی کنیم، برگردیم خونه که یه کار خیلی مهم دارم، اونم میخوام مربای چاقاله پسته رو درست کنم. ولی تو این ویدیو نه، ویدیوی بعدی در مورد مربای چاقاله پسته هستش که نمیدونم تا حالا خوردین یا نه. من عاشقشم، خیلی دوستش دارم و تب گرمی هم داره، ولی درست کردنش خیلی سخته به خاطر اینکه بخوای تلخیش رو بگیری واقعا زمان زیادی میبره، مثل گردو که هم تیره است و هم تق و تلخی چاقاله هم گرفته بشه. حالا ویدیو بعدی ویدیوشو درست میکنم براتون آپلود میکنم که امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. بعد حالا یه چیزی هم ما فکر کنم ماشین رو تحویل گرفتیم. تو این مدت وسط کلام بگم صدای عروسای هلندیمه که من حرف میزنم به صدای من جواب میدن. ماشین تحویل گرفتیم. تو فکر کن که تو این 4 ماه ما حالا نتونستیم اون میدان 1000 تا رو کامل کنیم که ماشین ببریم گارانتی اولیه بتونیم بریم مسافرت، چون قبل مسافرت باید حتما گارانتی اولیه بشه. حالا من هی تو شهرمون میرم اینور میرم اونور، ولی این 1000 تای کامل نمیشه. خب الان فکر کنم 720 تا هستش. خب بعد اونم باید کاملش کنم، برم کارت سوختشم اقدام کنم. حالا فکر کن یه لیستی نوشتم، یه لیستی از کارام که خیلی زیاده. حالا من هر روزم تنبلی میکنم نمیتونم بهشون برسم. این چند روزم که کلا بی انرژی بودم، یعنی فصل بهار عاشقشم ولی با بدن من نمیسازه کلا، چون کلا بی انرژیم و فقط میخوام بخوابم. متاسفانه این ایراد خیلی بدیه و واسه تنبلی میشه. حالا که چی دیگه، فعلا گفتم که دیروز خونه مامان بودم، امروزم گفتم دوستامو بریم بیرون انرژیم رفرش بشه که من بتونم فردا مربا رو درست کنم برای شما هم ویدیو بگیرم.
حالا یه لیستم نوشتم در مورد دسر و آشپزی و این چیزا که برای شما ویدیو بگیرم. اگه خدا یاری کنه این انرژی من برگرده، حتما که ویدیوها رو پشت سر هم آپلود میکنم و شما هم انتظار دارم که ویدیوها رو کامل ببینین و حمایت کنین که این 4000 ساعت واچ تایم من کامل بشه. خیلی دوستتون دارم. بریم برای ادامه روزمون. ببین اینجا چه باصفاست، خیلی خوشگله. دیگه چاره ای نیست با صدای من از ویدیو لذت ببریم. من چون خواستن تو رستوران کلا همراه من باشین، ولی چون تو رستوران موزیک پخش میشد گفتم کپی رایت میخوره، برای همین قطع کردم. کلا هر جا بریم درگیر عکاسیم، دنبال اینیم که عکس بگیریم، فیلم بگیریم، هم واسه یوتیوب هم واسه اینستا. کارمون کلا سخت شده. اومدین تبریز، این رستوران ها رو میتونین تشریف بیارین. صبحونه ما 2 تا املت تبریزی با سیرابی گفتیم. من که کلا از سیرابی بدم میاد. سیرابی برای مامانا بود و املت واسه ما دخترا. بعد چای تازه دمم مامان جان ریختن، عالی بود، ولی طعم و مزه چای خوب و خوش‌طعم نداشت. بعد یه دونه املت ایتالیایی هم دوباره سفارش دادیم که داخلش گارچو و پنیر پیتزا بود. دیدم بابا. کورش واسه عکاسی خیلی خوبه. یه خونه قدیمی انگار. باجه تلفن. Selam buradan verim dostum. Sen. Evimizde görset. Çok güzeldi. الگلی یادش بخیر با یه تلفن عمومی نوستالژی همراهمون هستیم. بله اینجا شاهگلی تبریز، از جاهای دیدنی تبریز که فقط یه دونه قشنگی اینجا رو داره، همینجا رو داره. یه دونه بازار سرپوشیده تبریز، بعدش کلا مرکز خرید. بخالار الله چالنج تو فیستور. ببین قشنگه اینجا رو ببینید. کلا شاهگلی همه جاش قشنگیه. جو میده برای عکسای قشنگ و دلبر. ما فقط زیبایی رو ببینیم. حالا ما تنبلی میکنیم، ما دیر به دیر میایم اینجا. دوستامون هم دارن عکس میندازن. اینم از خواهر بنده. اصلا نینوسن داره واسه خودش عکاسی و تولید محتوا میکنه. بذار اینجا آبم نشونتون بدم. ما بازم
چپی آفرین آفرین یاتırıq. Dünyanın gəlmə ittifaqı. Yox, ittifaq. Bizdən ötür deyibdi. Getmişdik ora. Sonra qeydəndə bu dedi ki, sabah اینم از استخر معروف تبریز. استخر شاهگلی که اینجا صبح زود خیلی شلوغ میشه به خاطر اینکه همه میان واسه ورزش و پیاده روی. از بهشت و قشنگی تبریز فقط یه تیکه اینجاست. حالا من ویدیو زیاد میگیرم که شما از صدای طبیعی و این قشنگ ویدیو لذت هم ببرید. سلام دوستان، به الگولی تبریز آفرین. اینجا دور همکار آینده یوتیوبر من، دوست من شادی، خواهرم یوتیوبر آینده. آفرین. شما هم تو این پیاده روی با من همراه باشید. اصلا وقتی قرمز düşmedi. Eser وقتی قرمز düşmedi. Şeyda etraf değil yazmadı. Evvelden yolda. Evvelden yolda. Şahane galerinden çok yolda vardı galerina. Hava عالیه. عالی. Gördün değil mi mamancı yetirecek. Geldi. Sen tuğanda tez sıkma ha, qoqasın. Əksəb kırdım mənim üçün. حالا من qoymuşam videolarımı در حالت keyfiyyət ziyad. Ona görə indi məsələn bir dəqiqə video mənim olur 7 GB onu. Nereden gəldi? Özə bilirsiniz da qərbi qubur cəzaxdı. Gecə biz çıxdıq eşiyə. Hava betər dudaydı. Mən deyim şayət şey olar. Nə deyirlər? Səhər gedənməyək. Hava aludə ola. Bəli yox, üstü var bax. Hə. Yer daha ona görə. Mən bu ağacı Hə, elə yaraşır mı biləsən?
Onu belə elə. Verəcəm sənə. 110. Sən deyirsən 27, bilmirəm. O 27-ni Şadu Seydən deyir. Heç mənim xəbərim yoxdur. Hələ hava tüstü çimdir. İndi çöndü baba. Mən deyirəm mənim eynəm batıqdır. Əksinə Çöndü hava. Bəh. Kız niye zahmet? Allah'ın ağrımaz. ağrımdır. Düşünürəm ki, olmaz. İnsanlara yer yox idi. Ne geçiyorlar cünnecəliydik burada piyada rəvi. Mən bir daha söz deyim. Mən gəlirəm, mənim maşınım olur. İstəm mənə bahaya baş gəlir, bax. Get baş 40 min kimi verəsən. Məsələn, nə Ərzişi yoxdur ki. Ay başı gör neçəyə gələr. Sizə yaxın, bizə 80.000-ə düşür orada. Yes, mən. Wait. نه منه. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشین و مرسی که همراه من بودین تا الان. حتما خوشحال میشم برای ویدیوهام ببینید و نظرتون رو راجع به ویدیوهام بگین و بگین که دوست دارین چیا تو کانال من ببینی. خیلی خوشحالم میکنین. شما میتونین تشریف آوردین شاهگلی تبریز دور بر استخر از این کافه ها هستش که آش دو میفروشن، آش رشته و تنقلات از اینا بگیرین کنار استخر بخورین. الان هم که بهترین فصل اومدن به شاهگلی تبریزه. من چون دوباره موسیقی پخش میشد ترسم که یوتیوب کپی رایت بندازه رو ویدیوم، برای همین دوباره قطع کردم و خودم حرف زدم. ببین دوستم اینجا قشنگ داشت راجع به ماهی توضیح میداد، ولی چون دوباره آهنگ پخش میشد قطع کردم. اینا ماهیایی هستن که ماهی‌های عیدشونو میارن میندازن داخل استخر. اینا همون ماهی قرمز هستن که طی چند سال دارن ریخته میشن داخل استخر و بزرگ و بزرگتر میشن. و این دو گوشه استخر این ماهی‌ها هستن. ولی تنها از این ماهی‌های عید نیستا، چون ماهی‌های دیگه هم داخلشون دیده میشه. دیگه این دور آخر استخر بود. دیگه گفتیم برگردیم خونه چون واقعا خسته شدیم. دیگه واسه امروز کافی بود. همین که هوا یهویی خیلی گرم شده، نه به سردی شبای پیش نه به الان که هوای تبریز یهو شدید گرم شده. مرسی که با من شاهگلی رو گشتین. خب ما حدود 40 دقیقه است رسیدیم خونه. بعد واقعا نمیدونم چرا خسته شدم، اصلا بدنم یه حالیه یه جوری درد میکنه، نمیدونم چرا واقعا خسته شدم. گفتم کمی استراحت کنم بعد برسم به ناهار امروز. درست از دیشب غذا دارم ولی خب باید شامم از الان آماده کنم، چون اگه با همسر جان رفتیم بیرون شام داشته باشیم. واقعا دیگه غذای بیرون اصلا دلم نمیخواد، بدم میاد. کلا انقدر جدیدن غذای بیرون خوردیم که واقعا اذیتم میکنه. بعد چی میگم، گفتم برای شما هم ویدیو بگیرم. حالا اگه شد از آماده کردن ناهارم ویدیو درست میکنم، اگه نشدم که همینجوری ویدیو میگیرم.
ناهار بذارم، لباسشویی رو روشن کنم، بعد چی دیگه همینا. فقط شما به هم بگین که حتما ولاگ تور این مدل دوست دارین یا من سبکم رو کلا تغییر بدم اون مدلی که شما میخواین. حالا بیام با من همراهشین بریم با هم به کارهای خونه برسیم. برای خورشتاتون خب هر خورشتی اگه ربی باشه قشنگ خورش رب بشو، اول با روغن خوب تفتش بدین که کمی سرخ بشه. اینجوری که از خیلی خوشمزه میشه. من یکشو درست میکنم برای کدو، یکشم برای خورشت گیمه. بعد اینکه خورشتم خب ربم سرخ شد، خب لپه‌شو بهش اضافه میکنم، کمی هم میذارم لپه و رب کلا تفت بخورن تا مزه ها به خورد هم بره. الان گوشتشم اضافه میکنم، با نمک میذارم جا بیفته و در آخرم لیمو، دارچین و گلابشو میریزم. ببین اینم از خورشت کدومون که برای شام میخوام آماده بشه. کدو، گوجه و با سیر فراوون اینجوری آروم میپزه برای شام. اینم از خورشت گیمم که لیموشم بعدا میریزم. اونم از برنجم که داره آماده میشه. چون بدجور الان عصریه، اول حوث دسر کرده بودم، گفتم که پاشم ببینم یه دسر میتونم درست کنم. اون روز این دسر رو خریدم، دسر پودینگ فوریه. خب خودشم اصلا نیازی به این که رو گاز مخلوطش کنیم نداره. بذار دوباره ببینم. خب بسته پودرش رو ریختم، میگه 2 لیوان شیر بهش اضافه کن. من کم کم میریزم. وای به به، یه بوی قهوه‌ای میاد که نگم براتون. وای چه عالیه. خودش درست گفته ها 2 لیوان، چون ببین غلیظ میشه. انگار مثل اینکه تو خونه خودمون پودینگ درست میکنیم، مثل همون میشه. انقدر باید مخلوطش کنیم که یک نواخت بشه. خیلی خوبه، داره میگیره خودش. چه خوبه. خیلی باحاله این. اگه خوب بشه طعمش میرم یه چند تا میگیرم که من مهمونه یه هوی میاد ازش استفاده کنم. عالیه. به به. خودشو میگیره، یعنی دیگه نیازی نیست رو گاز آمادش کنیم. یعنی اینه، ببین خودش بدون نیاز به حرارت داره خودشو میگیره. خیلی باحاله. بذار برم ظرفشم بیارم. داخل این میریزم.
2-3 دقیقه بمونه یخچال آماده است. به یه 10 دقیقه یه روبی بمونه و تمام. دوجه سلام. سلام بوبسه. سلام خوشگل. چیشه؟ سلام. sen benden narahat idi. Sen naz eləməmişdin. سلام بفرمایید. Şüşə. میدون ساعت تبریزه که معروفه. اومدیم برای مادر همسر ماشین ببینیم، چون همسر من تو ماشین وارد خیلی ماشین و موتور اصلا دکتره دیگه. همسر من در مورد ماشین و موتور تشخیصش واقعا عالیه. اینم از دسرمون، بریم تستش کنیم ببینیم چجوریه. بذار الان تستش کنیم. sabah akşam sana çıkar bir daha benden tez. Ben inanmıyorum عالیه. akşamı. برای من شیرشو زیاد ریختم، برای همون شیرینیش یه کمی کمه. عالیه، خوشمزه است، مورد پسنده.